رب العالمين الحمد لله رب الشاكرين والبركة للباذلين والصحة للجالسين والمغفرة للميتين زاد الله النعم دفع الله السقم با حرمت سید العرب والعجم. دوستای عزیز از اونجایی که مستحضر استید و میدانید امروز آشار است در پای منگور که آقای نجیب حدود 3 کیلومتر که 4 کیلومتر اینجا نقشه کرده. خب دقیق یادمنیه و تشکر بسیار بسیار فراوان از مردم راهخو زیراد منگور که کمر بسته کرده کار میکنه و تشکر بسیار بسیار فراوان از خیرین دنیا که ما را بیننده است از اول بهار تا امروز کمک کرده و این مردم هم تلاش میکند کار میکنه. چیزی که با جبل شد با کلونگ شد با بیل شد کار میکنه ولی چیزی که امکان جبل و کلونگ و بیل نشد مردم هم چشم انتظار به سوی خیرین محترم دارد و روزه هم نزدیک است که فطره خورم دزی مردم را کنه. این مردم هم دست چیره بگیره تا پایان کار با این مردم باشه. این مردم بسیار خوشحال است و اینجا لازم و ضروری میدانم که فاتحه عمومی برای گذشته های صاحب نظر خوانده شود. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. اللهم صل على محمد.